بیشتر مردا پیام‌هایی مثل سلام چه خبر یا روزت چطور بود میفرستن و بعد تعجب میکنن که چرا مکالماتشون مثل نوشابه‌ای که گازش رفته بیحال و خسته کننده تموم میشه. اما حقیقت اینجاست، پیام دادن فقط در مورد کلمه‌ها نیست، در مورد روانشناسیه، در مورد تحریک احساسات، کاشتن ایده ها تو ذهن طرف و وادار کردن یه زن به فکر کردن به تو مدت‌ها بعد از اینکه گوشیش رو کنار گذاشته. پس اگه از فرستادن پیام‌هایی که نادیده گرفته میشن یا جواب‌های خشک و خالی میگیری خسته شدی، گوش کن. چون وقتی به این 3 راز پیام دادن مسلط بشی، زنها شروع میکنن به ولع داشتن برای پیام‌های تو. یک کشش و تمایلی به سمتت احساس میکنن، حتی اگه خودشون کاملا نفهمن چرا. و نه، بحث ترفندهای لوس یا خطوط نخ دادن آماده نیست. بحث در مورد تسلط بر بازی روانشناسی انسانه. اگه تو 30 ثانیه بعدی از این متن نگذری، بهت قول میدم چیزی یاد میگیری که نحوه پاسخ دادن زنها به تو رو برای همیشه تغییر میده. بزن بریم. بیشتر پسرها تو پیام‌هاشون زیادی سخت تلاش میکنن. فکر میکنن باید با پیام بی‌نقص، پاراگراف‌های طولانی یا جوک‌های خنده‌دار تحت تاثیرش قرار بدن. اما چیزی که واقعاً جواب میده اینه: ناتمام گذاشتن چیزها. بهش فکر کن. وقتی یه فیلم رو شروع میکنی ولی تمومش نمیکنی، مغزت مدام بهش فکر میکنه. وقتی یه آهنگ قبل از رسیدن به اوج قطع میشه، دیوانت میکنه. به این میگن اثر زیگارنیک، یک پدیده روانشناختی که توش مردم چیزهای ناقص رو بیشتر از چیزهای تموم شده به یاد میارن و ذهنشون رو درگیرش میکنن. زنها هم این رو تجربه میکنن، مخصوصاً تو پیام‌ها. به همین دلیله که یکی از قوی ترین رازهای پیام دادن روش داستان ناتمامه. اینم روش کارش. به جای اینکه بهش پیام بدی امروز دیوانه کننده ترین اتفاق برام افتاد و بعد همه چیز رو یهو توضیح بدی، بگو امروز دیوانه کننده ترین اتفاق برام افتاد و ولی بعدن بهت میگم. یا باور نمی‌کنی امروز کی رو دیدم، اما میذارم برای وقتی که ببینمت. میبینی چه اتفاقی میفته؟ داری رازآلودگی خلق میکنی. داری یه فکری تو ذهنش میکاری که مدام به سمت تو برمیگرده. حالا اون کسیه که پیگیری میکنه، اون کسیه که میخواد مکالمه رو ادامه بده. این جواب میده چون بیشتر پسرها بیش از حد در دسترسن. اونا مثل نماینده خدمات مشتریان پیام میدن، فوراً به هر سوالی جواب میدن، هر جزئیاتی رو توضیح میدن و هیچ رمز و رازی باقی نمیذارن. روش داستان ناتمام این پویایی رو برعکس میکنه. تو تبدیل میشی به مردی که اون دنبالش میکنه، نه برعکس. و بهترین بخشش اینه که فقط تو پیام‌ها جواب نمیده. دفعه بعدی که سر قرار هستی و ازت میپرسه خب برای تفریح چی کار میکنی؟ همه چیز رو بهش نگو. بگو سخت توضیح بدم، باید یه جورایی اونو ببینی. حالا اون کنجکاوه، میخواد بیشتر بدونه. و دوست من، اینجوریه که فراموش نشدنی میشی. این یه حقیقت تلخه. زنها عاشق پسرهای خوب نمیشن. اونا عاشق تجربه‌های عاطفی میشن. بذاریم رو باز کنیم. به سریال یا فیلم مورد علاقت فکر کن. آیا به خاطر اینکه همه چیز قابل پیشبینی و امنه تو رو پای خودش نگه میداره؟ نه. به خاطر بالا و پایین‌ها، تنش و رهایی، هیجان و عدم اطمینانه که مجبورت میکنه به تماشا ادامه بدی. این دقیقاً همون چیزیه که یه زن رو از نظر عاطفی به پیام دادن با تو معتاد میکنه. اگه پیام‌هات مثل یه جاده مستقیم و قابل پیشبینی باشند، حوصله‌اش سر میره. اما اگه پیام‌هات اون رو سواره ترن هوایی عاطفی کنن، مدام برمیگرده سراغ تو. اینم روش انجامش. شوخی کن. به جای اینکه فقط با هر چیزی که میگه موافقت کنی، به صورت بازیگوشانه به چارش بکشش. اگه بگه من عاشق پیتزام، به جای اینکه بگی منم همینطور، بگو پیتزا؟ این انتخاب خیلی پیش پا افتاده‌ایه. انتظار داشتم ماجراجوتر باشی. حالا اون درگیر میشه. اون قراره از خودش دفاع کنه و ناگهان تو یه تنش سرگرم کننده خلق کردی. از غیر قابل پیش بینی بودن استفاده کن. هر روز صبح مثل یه ربات برنامه‌ریزی شده به هیچ صبح خیر نگو. در عوض یکم غیبت کن. بعد با یه چیز غیر منتظره ظاهر شو. همین الان یه چیزی دیدم که یادت افتادم، اما هنوز تصمیم نگرفتم که تعریف محسوب میشه یا نه. وادارش کن احساسات رو تجربه کنه، نه فقط کلمات رو. به جای پیام دادن دلم برات تنگ شده، اینو بگو. عجیبه، امروز از کنار این کافه کوچیک رد شدم و دقیقاً بوی عطر تو رو میداد. حالا اون داره یه چیزی رو حس میکنه. از نظر ذهنی پیش توئه.
کلید کار اینه که از قابلیت پیشبینی خارج بشی. اگه تنوع عاطفی ایجاد کنی، اون به گوشیش میچسبه و منتظر پیام بعدی تو میمونه. بذار در مورد بزرگترین اشتباه پیام دادن که بیشتر مردم مرتکب میشن حرف بزنیم. اونا به یه زن پیام میدن. اون ساعتها طول میکشه تا جواب بده و اونا چی کار میکنن؟ دوباره پیام میدن. پیام‌های طولانی‌تر میفرستن تا توجهش رو جلب کنن. علاقه بیشتری نشون میدن به امید اینکه اون جبران کنه. اما اینم رازش. هر چقدر بیشتر دنبالش کنی، کمتر جذاب میشی. زنها مردی رو میخوان که یه چالش باشه. کسی که توجهش با ارزشه، نه اینکه همینطوری راحت به دست بیاد. و دقیقاً به همین دلیله که استراتژی تعقیب معکوس مثل جادو عمل میکنه. به جای پاداش دادن به پاسخهای آهسته‌اش با توجه بیشتر، دقیقاً برعکس عمل میکنی. انرژیش رو منعکس کن. اگه 3 ساعت طول میکشه تا جواب بده، تو 6 ساعت طول بده تا پاسخ بدی. اگه پیام‌های کوتاه میفرسته، تو پیام‌های حتی کوتاه‌تر بفرست. چیزی که بعدش اتفاق میفته روانشناسی محضه. اون شروع میکنه به تعجب کردن که چرا تو اینقدر درگیرش نیستی. شروع میکنه بیشتر گوشیشو چک کردن. اون شروع به دنبال کردن تو میکنه. و بعد وقتی بالاخره یه پیام طولانی و متحدانه میفرسته، اینجاست که تو با توجه بهش پاداش میدی. به این میگن تقویت متناوب. این همون اصل روانشناختیه که مردم رو به دستگاه‌های قمار معتاد میکنه. وقتی پاداش غیر قابل پیش بینی باشه، مردم برای به دست آوردنش وسواس پیدا میکنن و این دقیقاً همون اتفاقیه که وقتی به جای دنبال کردن عقب میکشی میفته. اینم یه مثال قدرتمند از استراتژی تعقیب معکوس در عمله. فرض کن بهش پیام میدی. سلام، یه کافی شاپ جدید عالی پیدا کردم. عاشقش میشی. اون 5 ساعت بعد با یه پاسخ ضعیف جواب میده. مثلا، اوه چه خوب. اسمش چیه؟ بیشتر پسرا بلافاصله با تمام جزئیات جواب میدن. در عوض تو صبر کن و بعد ساعتها بعد جواب بده. اوه یادم رفت، ولی بهترین اسپرسویی بود که تا حالا خورده بودم. حالا داری نقش رو عوض میکنی. داری بهش نشون میدی که دنیای تو با یا بدون اون داره ادامه پیدا میکنه و اینجاست که اون شروع به دنبال کردن میکنه. حالا که این رازای پیام دادن رو میدونی، سوال اصلی اینجاست. آیا واقعا ازشون استفاده میکنی؟ بیشتر پسرها به عادتهای قدیمیشون برمیگردن. پیامهای زیاد فرستادن، زیادی توضیح دادن و دنبال زنهایی بودن که به زور جواب میدن. اما آدمای باهوش اون چیزی رو که یاد گرفتن به کار میبندن. اونا رمز و راز خلق میکنن، احساسات رو جرقه میزنن و نقش رو عوض میکنن. و ناگهان زنها شروع به دنبال کردن اونا میکنن. پس دفعه بعد که دستت رو میبری سمت گوشی، این رو یادت باشه. شیوه پیام دادن تو فقط در مورد کلمات نیست، در مورد قدرته. در مورد تعیین لحن رابطه از همون ابتداست. و وقتی به این مسلط بشی، دیگه هرگز مجبور نیستی تعجب کنی که جایگاهت پیش یه زن کجاست. اگه این مطلب برات ارزشمند بود، حتما دکمه لایک رو بزن. سابسکرایب و اعلانات رو روشن کن تا هیچ استراتژی رو که میتونه بازی‌ها برات تغییر بده از دست ندی. تا دفعه بعد باهوش بمون، استراتژیک بمون و کنترل رو حفظ کن.